سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. امروز میخوام مارمالاد توت فرنگی رو آموزش بدم که یکی از خوشمزه ترین و خوش رنگ ترین مارمالادها هستش. بریم سراغ مواد اولیه. توت فرنگی 400 گرم، شکر 300 الی 400 گرم، پودر ژلاتین 1 قاشق غذاخوری، جوهر لیمو 1/4 قاشق چای. خب ابتدای کار توت فرنگیامون رو برش میزنیم، سعی میکنیم ریز باشه که داخل میکسر به آسونی مخلوط بشه. دوستان سعی کنید از قسمت‌های سالم توت فرنگی استفاده کنید، چون قسمت‌هایی که زردگی دارن یا فاسد هستن باعث فاسد شدن مارمالادمون میشه. خب حالا شکر رو به توت فرنگی اضافه میکنیم و داخل میکسر اونها رو به خوبی میکس میکنیم. و بعد انتقالش میدیم داخل یک ظرف لعابدار، میذاریم روی حرارت تا به جوش بیاد. سعی کنید از ظرف لعابدار استفاده کنید تا کیفیت مارمالاتتون بهتر هم بشه. دوستان تا یادم نرفته این نکته رو هم بگم که موقعی که توت فرنگی رو میخواید میکس بکنید به هیچ وجه از آب اضافی استفاده نکنید، چون بعدا باعث کپک زدن مارمالاد میشه. خب همین که به جوش اومد یک کفی روش جمع میشه که ما باید حتما این کف رو جمع بکنیم که این کارمون باعث میشه که مارمالادمون بعدا خیلی شفاف بشه و خوش رنگ در بیاد. دوستان البته من این کار رو چندین مرتبه انجام میدم، به محض اینکه مارمالاد شروع به جوشیدن میکنه باعث میشه که کف جمع بشه و این کار رو 2-3 مرتبه باید انجام بدیم تا مارمالادمون نهایتا خیلی شفاف بشه. خب تا توت فرنگی ها یه خورده غلیظ‌تر بشن ما داخل ظرفی که ژلاتین داشتیم حدود نصف فنجان آب میریزیم و همیش میزنیم. دوستان البته نیاز نیستش که بماری کنید، میتونید البته روی کتری بذارید بماری کنید، ولی نیازی نیست. من همینطور آب میریزم و بعد داخل مارمالادم ازش استفاده میکنم. خب همینطور که تو تصویر ملاحظه میکنید مارمالاد رو باید سعی کنیم با دمای بسیار پایین اجازه بدیم که به جوش بیاد و غلیظ‌تر بشه. نباید دما رو اونقدر پایین بیاریم که از گل زدن بیفته و نباید زیاد هم بالا ببریم که باعث این میشه که توت فرنگی ها تیره تر بشن و رنگ مارمالادمون تیره از آب در بیاد. اگه با دمای پایین به مدت 40 دقیقه آروم آروم گل بزنه این حد از غلظت رو مشاهده میکنید خواهیم داشت و یه مارمالاد خوشرنگ و شفاف خواهیم داشت. خب حالا بعد اینکه به غلظت رسید جوهر لیمو بهش اضافه میکنیم و همش میزنیم و بعد ژلاتینمون رو بهش اضافه میکنید. دوستان همونطور که میبینید ژلاتینمون یک مقدار بسته شده ولی داخل مارمالاد و با حرارت اون به خوبی آب میشه و همونطور که میبینید داخل ترکیبمون حل میشه. خب دوستان دیگه مارمالادمون آماده شده، بسیار مارمالاد با کیفیت و شفاف و خوشرنگی شده. طعمش هم که دیگه فوق‌العاده هستش. دوستان عزیزم شما میتونید مارمالاد رو بذارید که یه خورده خنک بشه سروش کنید داخل ظرف شیشه یا اینکه داخل ظرفای دربسته همینطور گرم گرم بریزید، دربش رو ببندید و برای چند ساعت سر ته نگه دارید و بعداً به مدت طولانی تر تا 1 سالم میتونید نگهداری کنید داخل یخچال. دوستای عزیزم اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون.